سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 مارت تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه بازداشت 9 ساکن وحدت در پی حمله خونین مسکو. تاجیک‌های متهم به حمله مسکو را به رابطه با اوکراین عیبدار میکنند. راننده تاکسی یک زن را از دوشنبه به خراسان برده تجاوز کرده است. مرگ 5 نفر در یک صدمه مدهش در راه دوشنبه خوجند. تنها یک کودک زنده ماند. و اکنون تفصیلات خبرها. کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دست کم 9 نفر را برای رابطه با گمانبرهای حمله تروریستی کراک و سیتیخول در مسکو و همکاری با دولت اسلامی بازداشت کردند. این خبر را یک منبع آزیا پلوس در مقامات قدرتی تاجیکستان تصدیق کرد، اما معلومات بیشتر نداد. همین قدر اطلاع داد که همه آنها ساکنان شهر وحدت بوده از سوی کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی دوام هفته روان دستگیر شدند. بعد حمله به تالار کنسرتی کراک و سیتیخول مسکو که 143 کشته و بیش از 180 زخمی به جا گذاشت، در روسیه دست کم 7 شهروند تاجیکستان همچون گمانبر دستگیر شدند. در پی این طبق اطلاع خبرگزاری روسی ریا نووستی، مقامات تاجیکستان در یک جایگی با نمایندگان ساختارهای قدرتی روسیه نزدیکان گمانبران بازداشت شده را بازپرسی کردند. برخی نزدیکان گمانبران را آزاد کرده، برخی دیگر اما در بازپرسی قرار دارند. یکی از گمانبران سید اکرم جبلی زاده که زاده شهر وحدت تاجیکستان گفته می شود، پس از حمله تروریستی مقامات قدرتی تاجیکستان مادر، برادر، همسر و دو امکی رجب علی زاده را به دوشنبه برده بازپرسی کردند. عین حال معلوم نیست که 9 نفر بازداشت شده به سید اکرم رجب علی زاده و دیگر گمانبران حمله تروریستی در مسکو چه رابطه و نزدیکی دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره بازداشت 9 ساکن وحدت اظهار بیخبری کرد. به ما میسر نشد که این اطلاع را مستقیما از امنیت ملی تصدیق یا رد کنیم. یادآور میشویم که حمله به کراک و سیتیخول مسکو شام روز 22 مارت رخ داد. 4 نفر مسلح وارد بنا شده به سوی آدمان تیر خالی کردند. مقامات روسیه گفتند که در پی این حمله تا این لحظه 143 نفر جان باخته، بیش از 180 نفر جراحت برداشتند. در رابطه با این حادثه در عموم به اطلاع مقامات روسیه 11 نفر بازداشت شده است. از جمله 4 نفر سید اکرم رجب علی زاده، دلیر جان میرزویف، فریدون شمس‌الدین و محمد صابر فیضوف به آن گمانبرند که به واسطه در کراک و سیتیخول تیرپرانی کردند. کمیته تفتیشات روسیه روز 28 مارت سال 2024 ادعا کرد که گویا تفتیشات دلایل‌های با ملتگرایان اوکراین رابطه داشتن عاملان حمله تروریستی در کراک و سیتیخول و از اوکراین برای آنها فرستاده شدن مبلغ‌ها و کریپتووالیوتا را به دست آورده است. این نیاد همچنین از بازداشت باز یک گمانبر شونده در این پرونده خبر داد و گفت که این نفر است که در سخم مبلغ گذاری تروریست ها اشتراک داشت. این اظهارات در پی اظهارات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است که اخیراً بدون آوردن کدام دلیل درباره دست داشتن اوکراین در حمله خونین 22 مارت در کراسنگورسک همچون یک امر یقین حرف زده بود. اوکراین هر نوع دست داشتن در این حمله را رد میکند، ولی اظهارات پوتین را بسیاری از ناظران امور همچون یک دستور برای مقامات تفتیشاتی مانیداد میکنند و میگویند تفتیشات باید اکنون خودش را به هر در و دیوار بزند و حتما دلیل‌های را که به حیث اوکراین در حمله کراسنگورسک تاکید میکنند یا بیابند و یا اگر نیابند پس باید بتراشند. در رابطه به حمله 22 مارت که دست کم 143 کشته به جا گذاشت و کنون 11 نفر دستگیر شده بود. از آنها اسم 8 نفرش نشر شده است که 7 نفرش از جمله همه 4 متهم اساسی زادگان تاجیکستانند. سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه سویتلانا پترینکا به ژورنالیستان خبر داد که روز 28 مارت سال 2024 رئیس این نهاد الکساندر باستریکین با برگزاری یک جلسه فوری حسابات گروه تفتیشاتی را پیرامون جریان تفتیش حمله تروریستی در تالار کنسرت‌های کراک و سیتیخول شنید. خانم پترینکا در شرح حسابات گروه تفتیشاتی گفت نتیجه های پیشکی تفتیشات طبیعت هماهنگ شده داشتن اعمال تروریستا، آمادگی همه‌جانبه و پشتیبانی مالیوی از طرف تشکیل کنندگان جنایت را پورا ثابت می‌کند.
در نتیجه کار با تروریست‌های دستگیر شده، تحقیق وسایل فنی از آنها گرفته شده و تشکیل عملیات‌های مالیوی، دلیل‌های با ملت‌گرایان اوکراین رابطه داشتن آنها به دست آورده شد. سویتلانا پترنکو همچنین خبر داد که باز یک متهم دیگر که در سخیمه مبلغ‌گذاری تروریست‌ها اشتراک داشت دستگیر شده است و تفتیشات از دادگاه بحث پیشکی گرفتن او را درخواست خواهد کرد. اسم این نفر دستگیر شده نشر نشده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 28 مارس سال 2024 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی از آشکار شدن یک حالت تجاوز به ناموس از جانب یک راننده تاکسی خبر داد. گفته می شود کارمندان میلیته نویه خراسان با اتهام تکوب یک جوانزن و رسیدن به ناموس او ساکن 39 ساله دوشنبه را دستگیر کردند. بنا به گزارش نشر شده شب 9 مارس سال 2024 به شعبه میلیس نویه خراسان ولایت ختلان زن 41 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت کرده از لطکوب و تجاوز شدنش خبر داده است. به گفته این زن یک مرد ناشناس خود را راننده تاکسی معرفی کرده او را به ماشینش سفر کرده است و وعده داده است که با نرخ ارزان تا شهر بختر برده میرساند. اما هنگام رسیدن به حدود نویه خراسان راننده با استفاده از زورآوری این زن را شدیداً لطکوب کرده، سپس مجبوراً به ناموسش رسیده است. خود همان شب برای تحقیق این مراجعت در شعبه کارهای داخلی نویه خراسان گروه فوری تفتیشاتی تشکیل شده به مفتشان میسر شد که بعد مدت کوتاه تمغه و رقم ماشین و شخصیت راننده را معین و گمان برشونده را دستگیر کنند. با گمان صادر کردن این جنایت ننگین در ماه شریف رمضان شهروند کریموف عبدالقادر شریپوویچ سال تولد 1985 ساکن کوچه دهاتی نویه فردوسی شهر دوشنبه اویله دار صاحب 5 فرزند که قبلا با جرم اوباشی سود شده بود دستگیر گردید. بنا به فرضیه تفتیشات عبدالقادر کریموف شب 9 مارس با ماشین شخصیش تمغه خوندای صنعت رقم ترانزیتیش 7878 در نزد ایستگاه بازار سخاوت پایتخت به جبر دیده که به شهر بختر از سپور بود وعده داده است که او را با نرخ ارزان برده میرساند. میلیسیا میگوید از اول مقصد کریموف از گرفتن این مشتری زن قانع ساختن نفس شعفانیش بود. هنگام رسیدن به حدود دهه حصارآباد جماعت فخرآباد نویه خراسان عبدالقادر کریموف ماشینش را از شورای اساسی به گردش طرف راست رانده در یک جای تاریک و بی آدم منع کرده است. بعدا او به مقصد قانع ساختن نفس شعفانیش جبر دیده را مورد لطکوب قرار داده با استفاده از زورآوری به ناموس آن زن دست درازی کرده است. وزارت کارهای داخلی گفت کریموف نسبت به آن زن همچنین دیگر کردارهای بد اخلاقانه را صادر کرده است ولی در این باره یگان تفصیلات نداد. خود عبدالقادر کریموف در مکان جنایت در این گزارش جریان حادثه را چنین نقل کرد: هی کردم اومدم همینجا، بعد فر اومدم و در را هوی کردم و ششتگی بود. من با مش در رویش زدم، یگان 2 مش زدم در رویش. در پاسخ به سوال کارمندان میلیسیا که با کدام مقصد آن زن را به اینجا آورده بود، کریموف گفت با مقصد تجاوز آورده بودمش. کریموف بعد صادر کردن جنایت ننگین در ماه شریف رمضان جبر دیده را که از ضربه های روانی و جسمانی برداشتش در حالت مودشی قرار داشت در همانجا پرتافته فرار کرده است. او بدون یگان عذاب وجدان همان شب به دوشنبه برگشته است با امید اینکه جنایتش پنهان میماند و کسی او را پیدا کرده نمیتواند. نسبت به عبدالقادر کریموف حالا بر اساس ماده های 138 و 139 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس ماده 139 برای حرکت‌های زورآورانه دارای خصوصیت شهوانی که با استفاده از حالت عاجز جبر دیده صادر شده است همچون جزا تا 7 سال زندان و بر اساس ماده 138 برای تجاوز به ناموس تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. بنا به امور وزارت کارهای داخلی حالت‌های تجاوز به ناموس در جمهوری در سال‌های اخیر رو به افزایش آوردند. بر اساس این امور سال 2023 در تاجیکستان 47 مورد تجاوز به ناموس ثبت شده است. سال 2022 در جمهوری 37 حالت دست‌دروزی به ناموس ثبت شده بود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 28 مارس سال 2024 در یک صدمه مدهش در راه دوشنبه خوجند در حدود نویه عینی 5 نفر راننده و 4 مسافرش به هلاکت رسیده
تنها یک دخترچه 6 ساله به طور معجزوی زنده مانده است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 28 مارس ساعت 12:40 به قسم نوبداری این کمیته خبر رسید که در کیلومتر 148 شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود نویه عینی ولایت سوخت صدمه رخ داده است. نجات بخشان از بخش حالتهای فوق‌العاده وادی زرافشان به جای حادثه آمده معاین کردند که یک ماشین تمغه روان تحت اداره ساکن 33 ساله شهر دوشنبه هنگام حرکت از طرف شهر خوجند به طرف پایتخت به دلیل ازوده اداره واسطه نقلات نبر آمدن راننده از قسم بالای راه به قسمت پایان آن چپ شده است. در نتیجه صدمه راننده و 4 مسافرش در جای حادثه به هلاکت رسیده. تنها یک مسافر خردسال ساکن 6 ساله نویه یووان ولایت ختلان زنده مانده است ولی جراحت وزنی جسمانی برداشته است. نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده در رفع عاقبت‌ها از این صدمه مرگ‌آور اشتراک کرده جسدهای راننده و 4 مسافر هلاک شده را از داخل ماشین بیرون آورده به مقامات حفظ حقوق سپردند. نجات بخشان همچنین به کودک زنده مانده یاری اول طبی رسانده سپس او را به دست طبیب دادند. در پی این حادثه کمیته حالتهای فوق‌العاده از رانندگان خواسته است که در راه از حد اکثر احتیاط کار گرفته تمام قاعده های حرکت از جمله سرعت را قطعاً رعایت کنند. به کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر دادند که روز 27 مارس سال 2024 در جمهوری باز یک حالت غرق شوی رخ داده یک دخترچه 4 ساله جان خود را از دست داده است. این حادثه ناخوش در حدود نویه کوشانیان ولایت ختلان در جنوب جمهوری رخ داده. یک دخترچه 4 ساله از دهه گلستان جماعت دیوت بوستانقلعه نویه کوشانیان در کانال افتاده غرق شده است. جستجوی جسد کودک از جانب نجات بخشان ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت ختلان تا روز 28 مارس ادامه یافت. صبح 28 مارس ساعت 9:30 جسد دخترچه غرمرگ را 550 متر پایین‌تر از جای غرق شدنش پیدا کرده به والدان او سپردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده در این حادثه ناخوش والدان را گناهکار می‌شمارد که فرزندان خود را به نظارت گذاشتند. کمیته حالتهای فوق‌العاده با اظهار همدردی به والدان و نزدیکان طفل غرمرگ از پدر و مادران خواسته است که دائما کودکان خود را نظارت کنند. باید درک کرد که به دلیل سن سالشان کودکان خردسال هنوز احساس خطر نمی کنند. خیلی کنجکاوند و میخوان همه چیز را در اطراف خود آزمایش کنند. یک سبب اساسی غرق شدن کودکان آنها را به نظارت گذاشتن پدر و مادران است. گفته شده است در مراجعه کمیته حالتهای فوق‌العاده به والدان. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 28 مارس سال 2024 از شبانه روز حبس یوسف فیضوف صاحب یک مرکز بازی‌های کامپیوتری در مرکز ولایت شهر بختر برای در وقت ممنوع به مرکز راه دادن نابالغان خبر داد. بنا به اطلاع میلیشیا شهروند فیضوف یوسف سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر بختر مرکز بازی‌های کامپیوتری گشوده به نابالغان در وقت با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند منع شده برای وارد شوی اجازه داده آنها را برای مشغول شدن به بازی‌های دارای خصوصیت زورآوری داشته جلب نموده است و با این کردارش طلبات ماده 464 علاوه 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان را ویران نموده است. خود یوسف فیضو و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند ولی میلیشیا ختلان گفت در وقت حجتگذاری نمودن حالت مذکور شهروند فیضوف یوسف طلبات قانونی کارمندان میلیشیا را همچون مقامات وکالتدار دولتی درباره مانع شدن به وارد شوی نابالغان در وقت منع شده اجرا نکرده طلبات قانونگذاری کشور را دغرانه ویران نموده است. با نظر داشته برای به نابالغان دادن اجازت ورودش به مرکز بازی‌های کامپیوتری در وقت با قانونگذاری منع شده و صرف نظر نمودن طلبات قانونگذاری مملکت نسبت به شهروند فیضوف یوسف پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده با قرار دادگاه شهر بختر جزا در نمود حبس مأموری به مدت 7 شبانه روز تعیین کرده شد. قانون‌های تاجیکستان در وقت درس و در ساعت‌های شبانگاهی به مرکزهای بازی‌های کامپیوتری و اینترنت کافه‌ها راه دادن نابالغان را منع کرده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه
پیگیری نموید. www.bomdod.com. خوش باشید.